سلام. ولی فقیه نظام با کلی آمال و آرزو و بجون خریدن آبروریزی حذف همه کاندیداهای خودشون، رئیسی رو از صندوق کشید بیرون و گذاشت تو کرسی ریاست جمهوری تا کشتی به گل نشسته نظامش رو از طوفان بحران‌ها عبور بده. اما الان بعد از نزدیک 7-8 ماه که از اومدن این گماشته ولی فقیه میگذره، در اذهان مردم رئیسی بیش از پیش چیزی جز یک مترسک پوشالی نیست، طوری که تو وسط خیابون علیه شعار پخش میشه و مردم هم به ریشش میخندن. رئیسی جلاد با وجود اینکه هیچی از اداره حکومت و ارتباط با مردم سرش نمیشه، چون 40 سال فقط توی زندان و دادگاه با احکام اعدام سر و کار داشته، ولی ظاهرا بهش گفتن که باید مدام سفر کنه و بره این ور اون ور و وعده‌های کشکی بده که تقریبا در هر سفرش هم یک دردسر جدید برای خودش درست میکنه. یکی از نمونه‌های اخیر دیالوگش با یک کارمنده که در پاسخ به تمام شکایت‌هایی که وی داره منتقل میکنه فقط یک جمله برای فرار از مخمصه به مغزش میرسه و میگه شما نهار خوردی؟ وام اصلشون رو پرداخت کرده بودن ولی اون سودش رو نمیتونستن پرداخت کنن، خونه‌شون رو گذاشته بودن توی اجرایی و اینا. توی این موارد بوده. شما نهارم دادن اینجا یا نه؟ ما ساعت 2:30 اومدیم، نهار رو خونه خوردیم. قبلی‌ها خوردن نهار؟ انشالله که خوردن. این بی‌مغزی رئیسی بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران فضای مجازی داشت، به طوری که بعد از مدت کوتاهی عبارت نهارخوردی به فرهنگ عامه مردم اضافه شد. برای زمانی که کسی بخواد در مواجهه با یک مشکل جدی یک حرف بی ربط بزنه. دیگه تا دلتون بخواد براش کاریکاتور و کلیپ درست کردن و توییت زدن. در برخی توییت ها مشکلات مردم رو اینطور در برابر بی‌تفاوتی رئیسی قرار دادند. ببخشید خانم، شما نهار خوردی؟ بعضی هم با تولید کلیپ های طنز از واکنش رئیسی تعبیر اینچنینی داشتند. شما نهارم دادن اینجا یا نه؟ ما ساعت 2:30 اومدیم، نهار رو خونه خوردیم. قبلی‌ها خوردن نهار؟ از اونجایی که رئیسی یک وجه هیولایی هم داره، در این کلیپ بهش توی یک فیلم ترسناک نقش دادن. شما نهارم دادن اینجا یا نه؟ در برخی از واکنش‌ها ملت این حرف رئیسی رو ربط دادن به نهار نخوردنش نزد پوتین در سفرش به روسیه و میگفتن چون اونجا به رئیسی نهار ندادند این حسرت توی دلش مونده. چی؟ پوتین رئیس جمهور آرژانتین رو بغل کرد؟ بهش نهارم داد؟ یا با اشاره به سفر اخیر ماکرون به مسکو گفتن به شما نهارم دادن؟ آره ابراهیم، کلی از من پذیرایی کرد. از اونجایی که این اتفاق در سالگرد روزهای ورود نحس خمینی به ایران رخ داده بود، برخی کاربران هم امام دجال رو وارد طنز پیگیری نهار کردند. رئیسی، این نهار ما چی شد پس؟ احمد، بگو بره هر جا نهار میدن. خلاصه این واکنش بی‌قواره رئیسی سوژه طنز ملت شد و هر کسی باهاش یه جوکی درست کرد. پسر جان نهار خوردی؟ آخه اسکل، کی ساعت 8 صبح نهار میخوره؟ دیگه هر جا میرن سری نهاره رو بهش میدن. اگه نهار خوردی 2 دستت بالا. و بعضی ها هم در کلیپ طنز این دیالوگ ماندگار رئیسی رو بازسازی کردند. حاج آقا در زمانه تحریم چه کار باید بکنیم؟ تحریم ها چجورکی میشن؟ شما نهارم دادن اینجا یا نه؟ بله کن نهار که چیه این وقتا؟ چرا که به فکر شکنی تو؟ قبلی‌ها خوردن نهار؟ کارت بخوره. در مقابل این حجم از واکنش‌های ملت، بسیجی‌ها و طرفداران ولایت که هیچ طوری نمیتونستند از این اسکل‌بازی رئیسی دفاع کنند، رفتن طبق معمول همون کارمنده رو آوردن تا با یک اعتراف اجباری مثلا سوتی رئیسی رو ماله‌کشی کنند.
تشریف آوردن به ستاد و با چند تن از همکاران صحبت کردن، در مورد دغدغه‌های این روزهای مردم پرسیدن و در نهایت اومدن پیش من و از من سوال کردن که دغدغه‌های این روزهای مردم بیشتر چی هست. خب 2 مورد رو اشاره کردم. یه موردم در مورد بازپرداخت وام بود که خب یه عده از مردم مشکل داشتن. خب در نهایت پرسیدن که نهار میل کردید، که خب ما شیفت بعد از ظهر بودیم، نهار رو خونه خورده بودیم اومده بودیم، ولی خب متاسفانه از صحبتام سوء استفاده شد و اصل موضوع به حاشیه رفت. اما از اونجایی که آب رفته به جوی بر نمیگرده، این مصاحبه سفارشی هم هیچ اثری نداشت، چون هرچی هم که بسیجی‌ها خودشون رو جر میدادن که اصل ماجرا اینه و این فیلم کامل نیست، باز هم نمیتونستن این سوال رو جواب بدن که چرا واکنش رئیسی اینقدر بی‌قافیه و بی‌ربط به همه صحبت‌های اون کارمند بوده. اما مشکل رئیسی اینه که هرچی بیشتر میره اینور اونور، بیشتر این روحیات ضد مردمیش بیرون میزنه. مثلا اینجا در آستانه عید در پاسخ سوال این که به مردم عیدی چی میدید، اینطور جواب میده: انقلاب اسلامی با همراهی مردم، با همکاری مردم، با مشارکت مردم، با ادامه راه از طرف مردم تعریف میشه. ایدی هم دارید به مردم، خدمتگزار مردم هستیم. ایدی هم دارید. این کارهای خوبی که انشالله در دولت داره انجام میشه، اینا کارهایی است که هدیه به مردمه. پس هدیه کارهای خوبی است که داره در دولت انجام میشه. کارهای خوب در این دولت داره انجام میشه. اگه منظور از کارهای خوب همون وعده درمانیه که توی همین چند ماه گذشته طبق همه وعده‌اش در اومده، اون از اون وعده 1 میلیون مسکن در سال که تو انتخابات پوزش رو میداد، بعدش کردنش 4 میلیون مسکن در 4 سال، الان هم که 7-8 ماه گذشته دیگه اصلا اسمش هم نمیارن و فیت شد رفت. تنها کاری که تو این مدت کرده دوره‌گردی به این ور اونور و حرف مفت زدنه. یک نمونهش بازدید از پروژه راه آهن شیراز بوشهر عسلویه که وقتی چند ماه پیش رفت اونجا این وعده ها رو داد. هیچ کار برای پروژه مهم مثل راه آهن شیراز بوشهر عسلویه به نظر ما با گذشت زمانی که داریم بررسی می‌کنیم پیشرفت آنچنانی نداشته. عسلویه یک پروژه ضروریه که باید در اداره پروژه‌های مهم مورد توجه قرار بگیرد. خب این لازم است که لازمش یک جهشی داره. بله، و 2 ماه بعد چنان جهشی ایجاد شد که کلاً کارگاه این پروژه تعطیل شد. یعنی نه تنها شفا نداد بلکه کورش کرد. تعطیلی کارگاه راه آهن شیراز بوشهر عسلویه بعد از بازدید آقای رئیسی از پروژه و قول این که فعالتر میشه و بودجه بهش میدن، دقیقا بعد از 2 ماه کل کارگاه تعطیل شد و بودجه هم بهش اختصاص ندادن. این است دولت مستضعفین. 200 تا کارگر رو نزدیک عید اخراج کردن. یعنی ضربه‌ای که این آخوند 6 کلاسی به صنعت میزنه، نمک به چای شیرین نمیزنه. یا مثلا سر سوخت چند ماه پیش وعده داده بود که دولت 13 این چالش رو شناسایی کرده، شروع به ذخیره سازی سوخت کرده تا در زمستون مشکلی پیش نیاد. حالا وضعیت رو خودتون ببینید. سطحی که میبینید مال پل کلاهک پمپ بنزین گازوئیله. رو نفت و گاز خوابیدیم، ولی اینجوری باید روزی 2 ساعت صف وایسیم کیلومتری. 11,400 بنزین نفت چاله برد. آقای رئیسی بدون مقدمه رسیدن اومدی درست کنی، نتونستی درست کنی، ما رو گرفتار کردید. این گازوئیلی که میگن نمیخرن لامصب بزنید به من راننده پولش بدم کار کنم چرخم بگرده. چرا علی که گفتی درست میکنم مملکت ولی جیبتون نمیرسه؟ بگو آقا نمیتونیم درست کنیم، خیال ما رو راحت کنیم، بریم قبل از تو قبلمون بکنیم بریم ببینیم اونجا. نمیتونیم بگید نه آقا تو هم دروغ گفتی. تموم شد دارم. یکی دیگه از اون ادعاهای دولت رئیسی که قبلا با اون بازی میکرد، نحوه برخوردش با کرونا بود که چند ماه پیش اینجور خرج میکرد. به حمدالله ما الان وضعیت فوتی هامون 2 رقمی است
هر هفته جلسه داریم، دنبال میکنیم، رصد میکنیم که این شرایط رو ما بتونیم ازش عبور کنیم. تازه وعده‌های خودش کم بود، وزیر بهداشتش هم فرستاد که بگه دهه فجر پایان اپیدمی کرونا در کشور خواهد بود. یعنی ما جمعش میکنیم، در حالی که الان شاهد هستیم دهه زجرشون آغاز پیک ششم شده. همینطور که در این دیاگرام میبینید که بر اساس آمارهای قطره چکونی خودشون رسم شده، این پیک اوله، این پیک دوم، این پیک سوم، چهارم، پنجم و الان هم در آستانه پیک ششم هستیم با آمار 3 رقمی فوتی‌های کرونا در روز که تازه خودشون دارن اعلام میکنن. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 185 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند، 18 نفر بیشتر از دیروز. از دیگر وعده‌های رئیسی که تا به حال چند بار اعلام کرده، توهم کنترل یا پایین آوردن تورمه. باشه. خب گزارشی هم که ما ظرفی مدت داریم از مراکز آماری حاکی از اینه که تورم کنترل شده و تونسته رو به کاهش بره و اینم برای ما خبر خوبی است که بتونه تورم رو به کاهش بشه. طرف اگر چند تا دود بیشتر میگرفت میتونست تورم رو یه باره نابود کنه. تورم رو به کاهشه؟ بابا همین الان قیمت ها یه جوری داره بالا میره که ملت به خرید نون قسطی افتادن. سیب زمینی جزو کالاهای لاکچری شده. قیمت گوشت سر به فلک کشیده. برنج حکم طلا گرفته. مردم دارن با گوشت و پوستشون هر روز تورم و گرونی رو حس میکنن. دیگه چیزی تو سفره مردم باقی نمونده. کاهش تورم کدومه؟ از ازل با شهادت پیکر پاکت جان به شهر از ازل با شهادت پیکر. پس تا اینجای کار معلوم اون همه وقت و انرژی که ولی فقیه گذاشت تا این عزیز دردونه جنایتکارش رو توی کرسی ریاست جمهوری بکاره، تنها دستاوردش لعن و نفرین چند برابر مردم شده که هر روز هم توی خیابونها شنیده میشه. رادیو رو شیش کلاسه دروغگو حاصل وعده‌ات تو، شیش کلاسه دروغگو حاصل وعده‌ات تو. به نظر میرسه که این رئیسی جلاد، یعنی آخرین برگی که ولی فقیه برای نجات نظامش رو کرد، خیلی زودتر از اون چیزی که خودش فکر میکرد سوخت و این یارو جز اینکه خودش رو مسخره مردم کنه کار کرده دیگه‌ای نداره. حالا اگر بازم میخوای بفرستیش این ور اون ور، دیگه خود دانی. وقت بخیر و خدا نگهدار.